سلام خدمت دوستان عزیز پیج و کانال پیزی کریپتو. امیدوارم که عالی باشید. تو این ویدیو میخوام راجع به ایردراپ پلازا فایننس باهاتون صحبت کنم و آموزش این تستنت معتبر رو براتون قرار بدم. توضیحات این تستنت رو داخل کانال گذاشته بودم. یه پلتفرم برای اوراق قرضه آنچین هست که معاملات ارقامی رو روی بستر بیس داره. این پروژه هم جذب سرمایه داشته ولی اعلام نکرده. داخل سایت کریپتو رنک هم اگه مشاهده کنید هنوز جذب سرمایه‌اش اعلام نشده ولی ایردراپش تایید شده هستش. تاریخ ایردراپ رو هم گفته که TBA to be announced، یعنی اعلام میکنه در آینده. حالا برای شرکت داخل این ایردراپ وارد لینکی که داخل کانال و داخل کامنت همین ویدیو میذارم بشید و لینک رو باز کنید. نیاز به یک ولت دارید. ولت متاماسک رو من اینجا استفاده میکنم. از این بالا روی گزینه کانکت کلیک میکنید. کیف پول متاماسک رو انتخاب میکنید و به این سایت متصل میکنید. خب بعد از اینکه کیف پول ما متصل شد، در وهله اول وارد این قسمت میشیم. روی گزینه Get Test Tokens کلیک میکنیم و توکن تستی دریافت میکنیم برای تراکنش زدن روی این شبکه. خب کلیک میکنم، درخواست من اینجا ثبت میشه. خب میبینید نوشت که شما مقداری توکن WST-ETH دریافت کرد. حالا ما باید با این توکن ها چیکار کنیم؟ میایم قسمت Earn، روی گزینه Buy کلیک میکنیم و با این توکن WST-ETH باید بیایم و توکن Bound ETH رو خریداری کنیم یا سواب بزنیم. اینجا من میام 9 تا توکن رو انتخاب میکنم و روی گزینه Buy میزنم. تمام این مراحل خرید و فروش و سواب زدن ها با توکن تستی داره انجام میشه و پول واقعی ما اینجا درگیر نیست. خب من یک بار این تراکنش رو تایید میکنم. بابت انجام هر کدوم از این تراکنش ها 5.2 پوینت بهمون میده. روزانه 4 بار میتونیم این کار رو انجام بدیم، یعنی 4 تا تراکنش میتونیم بزنیم، یه دونه خرید یه دونه فروش و برای قسمت لورج هم به همین صورت. الان میام روی گزینه سل کلیک میکنم و دوباره گزینه یعنی توکن باوند ETH رو تبدیل میکنم به WST ETH. خب برای این کار دوباره میام روی گزینه ویدرا کلیک میکنم، کانفرم رو میزنم. خب تراکنش رو تایید میکنم. میبینید الان اینجا پوینتش به من اضافه شد. حالا میام قسمت لورج و اینجا روی گزینه بای دوباره کلیک میکنم و این سری میام توکن WST ETH رو تبدیل میکنم به LEV ETH. اینجا میام 8 تا توکن رو انتخاب میکنم و دوباره گزینه بای رو کلیک میکنم. کانفرم رو میزنیم. خب تراکنش رو اینجا تایید میکنم. تراکنش الان انجام شده. حالا یک بار همین مراحل رو از گزینه سل هم انجام میدیم و لب ETH رو تبدیل میکنیم به WST ETH. خب اینجا گزینه ویدرا رو میزنیم، کانفرم رو میزنم و تراکنش انجام میشه. الان ما کلا 4 تا تراکنش انجام دادیم و بیشتر از این هم انجام بدید بهتون پوینتی نمیده. میام قسمت مای پلازا، از قسمت پوینت اند ریوارد میتونم تعداد پوینتی که تا حالا به دست آوردم رو ببینم. حالا این پوینت ها به چه دردمون میخوره؟ این پوینت ها رو که به دست آوردیم میایم این قسمت پایین صفحه یه گزینه داره نوشته لیول ریوارد. 50 تا پوینت که برسیم میتونیم NFT بیسیکش رو کلیم کنیم. گزینه کلیم رو میزنیم و روی شبکه بیس این NFT رو دریافت میکنیم. به 100 امتیاز که برسیم میتونیم NFT دومش رو کلیم کنیم، دیسکورد رول پوینتس دبلر رو بگیریم. به 200 تا پوینت که برسی NFT بج رو میتونیم بگیریم. 300 تا پوینت به همین صورت تا پایان که آخرینش 1500 تا پوینت هست و NFT آخرش، یعنی رول آخر دیسکوردش. خب الان من رسیدم به 478. فردا میتونم بیام و این NFT 500 رو هم کلیم کنم. از قسمت رفرالز میتونید لینک دعوت خودت رو کپی کنید و پایین همین ویدیو به اشتراک بذارید تا دوستانی که هنوز شرکت نکردن حالا یا با لینک من یا با لینک شما عضو بشن و تو این ایردراپ شرکت کنم. پیشنهاد میدم حتما با لینک دعوت شرکت کنید که یه پاداشی هم بابت
زیر مجموعه به یک نفر برسه و فکر کنم به خودتون هم یه پوینتی رو بده. از قسمت لیدربورد میتونید رنک کلی رو ببینید. الان مثلا من با این پوینتی که به دست آوردم رتبه 78656 رو دارم و میتونید ببینید نفر اول مثلا چقدر پوینت داره. 3245 تا پوینت تونسته به دست بیاره. خب کاری که باید کلا شما انجام بدید در روز همینه که روزانه بیاید این قسمت داشبورد این توکنای تستی رو دریافت کنید و بعد بیاید همون قسمت ارن و قسمت لورج این توکنا رو خرید و فروش کنید. روزانه یک بار این رو انجام میدید و بعد با امتیازهایی که به دست میارید و NFT ها رو کلیم میکنید. برگردیم به سایت کریپتو رنگ. اینجا گفته که ما یه صفحه گیلد هم داریم که شما میتونید داخل اون صفحه گیلد تسکا رو انجام بدید و یه پوینت اضافی تری هم اونجا دریافت کنید. وارد صفحه گیلدشون بشید. همون کیف پولی که به سایتش متصل کرده بودید رو اینجا متصل کنید و گزینه جوین رو بزنید. الان من متصل شدم از قبل. بعد میاد این قسمت گفته که سیتیزن رول رو داخل صفحه دیسکوردشون به دست بیارید. داخل دیسکوردشون جوین میشید و اکانتتون که وریفای کنید این رول رو بهتون رایالتی میده. بعد میاد توییترشون رو فالو میکنید. قبل از انجام این کار باید اینجا توییترتون رو متصل کنید به وبسایت گیلد. توییترشون رو فالو میکنید و این رول رو هم دریافت میکنید. ایمیلتون رو تایید میکنید. این گزینه آخر هم میتونید شما اکانت فارکستر خودتون رو به سایت گیلد متصل کنید و این صفحه پلازا فایننس رو داخل وابکست فالو کنید. من این کار رو انجام دادم اما پوینتش رو به هم نداد. حالا نمیدونم ایرادش چی بود، ولی اگه برای شما کار کرد حتما این تسک رو هم انجام بدید و این پوینت رو بگیرید. بابت انجام هر کدوم از این کارها 10% بیشتر بهتون پوینت میده و پوینتاتون چند برابر میشه دیگه. این دو تا کار باید کلا انجام بدید. اگه آپدیت چیزی از این پروژه بیاد من دوباره داخل کانال و یک ویدیو دیگه توضیح میدم. تمام کاری که باید شما انجام بدید همین هست. از 15 دسامبر شروع شده، تقریبا 20 روز شروع شده و هنوز فرصت داره. هنوز اعلام نکرده چقدر جذب سرمایه داشته، اما پروژه بسیار معتبری هستش. اگه سوالی داشتید میتونید داخل کامنت ها بپرسید و ممنون که تا اینجا با ما همراه بودید. حتما این ویدیو رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید. زنگوله رو فعال کنید تا اگه ایردراپ جدیدی اومد سریعا ازش مطلع بشید و ویدیوهای جدید رو از دست ندید.